سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه پاستای جدید و رژیمی خیلی خوشمزه است. حتما درستش کنین و نظرتون هم بهم بگید. اول که یه پیاز قرمز و نگینی خورد کردم، سینه مرغم اینجوری حبه حبه خورد کردم. بعدش نوبت قارچه رو هم به این شکل که میبینید خورد کردم. بعد توی مایتابه روغن زیتون ریختم. بعد پیازا رو ریختم و یکم تفت دادم که نرم بشه. و وقتی که به این بافت رسید، حالا وقت اضافه کردن مرغاست. مرغا رو اضافه میکنین، قشنگ تفت میدین باهاش، یکم رنگ عوض کنه. بعد یه قاشق مربا خوری یا حالا چای خوری سیر رنده شده بهش اضافه کردم. نمک و فلفل زدم و دیگه حالا میذارین که قشنگ سرخ بشه. بعدش نوبت اضافه کردن قارچاست. قارچا هم که اضافه کردین یکم که نرم شد، بهش ادویه های مثل آویشن و دارچین و ادویه ایتالیایی بهش اضافه کردم و بعد یکم دیگه میذارم قشنگ سرخ بشه. حالا نوبت اسفناج هم که اضافه کردین اینجوری هم میزنین تا به این بافت برسه. و یه مقدار آب پاستایی که گذاشتین بپزه، آب پاستا رو یکم به مواد اضافه میکنین. بعد یه نصف لیوان شیر اضافه کردم، یکم هم میزنین شیر به جوش بیاد. بعدش یکم هم پنیر خامه‌ای، من از پنیر خامه‌ای ویلی استفاده کردم. اینو اضافه میکنین و دیگه نوبت اضافه کردن پاستاست. شما هر پاستایی که دلتون خواست میتونید اضافه کنید. من از فتوچینی استفاده کردم و فتوچینی هم که استفاده کردم رژیمی بود. دیگه همه رو قاطی پاتی میکنین و یکم پرین پارمزان روش میزنین و نوش جان میکنین. امیدوارم که لذت برده باشین.